این گلو مامانم هدیه داده بود اولین باری که خونه گرفتیم. اشارش آب بدی؟ آره حتما. وا چی کار میکنی؟ وای گند زدم، چطوری درستش کنم؟ میدونی وقتی برگ رو میبری اون از بین نمیره؟ یک دانشمند ارمنی تبار به نام سیمون داوالویچ کیرلیان یک آزمایش عجیب انجام داد. اومد از یه برگ با فرکانس بالای الکتریکی عکس برداری کرد و بعد برگو برید، ولی انگار توی عکس اون قسمت بریده شده اصلا بریده نشده بود. همه چی توسط یک جور انرژی الکتریکی به هم وصل مونده بود، یعنی انرژی اون برگ هنوز اونجا بود. طبق قانون پایستگی انرژی نه به وجود میاد نه از بین میره، بلکه از شکلی به شکل دیگه تغییر پیدا میکنه. فیزیک دبیرستان رو یادت هست؟ حالا قسمت جالب ماجرا اینجاست که این فقط در گیاهان دیده نشده، بلکه در موجودات دیگه هم دیده شده، حتی انسان. وقتی انرژی الکتریکی بدن انسان دیده بشه، چیزی رو میبینن که بهش میگن انرژی زیستی الکتریکی. این میدان مدام عوض میشه بسته به فکرات، احساست و کارهایی که میکنی. هر سل بدنت یک انرژی الکتریکی کوچیکی میسازه. مثلا قلبت یک میدان مغناطیسی میسازه که حتی تا 3 متر دورتر هم قابل اندازه گیریه. یعنی فکرات فقط توی سرت نیستن، بلکه دارن روی ذرات اطراف تأثیر میگذارن. احتمالاً آزمایش ماسو رو ایموتو رو شنیده باشی، همون که نشون داد کلمات روی آب تأثیر میگذارن. وقتی به آب حرفای قشنگی زد، کریستالاش منظم و خوشگل شد. حالا اینا رو بذاریم کنار هم. حرفات، رفتارت و فکرات موجهایی میسازن که با چشم عادی قابل دیدن نیستن. پس وقتی یک برگ بریده میشه و انرژیش باقی میمونه، ممکنه جسم انسانی که از بین ما میره باقی مونده باشه. چیزی که قطعیه اینه کلمات، چه از سر عشق باشن چه نفرت، قبل از اینکه روی دیگران تأثیر بگذاره، روی انرژی قلب خودت تأثیر میگذاره و اونا رو منظم، زشت یا زیبا میکنه. چون فقط ما ماده نیستیم، ما انرژی هستیم و انرژی هم هیچ وقت از بین نمیره، بلکه تغییر شکل میده. من از این خونه میرم.